با سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی عزیز خودم، علی همدانیان پور هستم. توی این جلسه میخوایم در مورد استفاده از داکت با هم صحبت کنیم که داکت اصلا به چه درد میخوره و برای چی استفاده میشه. به صورت خلاصه خدمت شما عرض میکنم. اول اینکه داکت ها از جنس های متفاوتی ساخته میشن و دارای رنگ‌های متفاوتی هستن. ساختارشون هم با هم متفاوته. ما داکتی داریم که شیار داره که اصطلاحاً بهشون میگن داکت‌های شیاردار. داکت‌هایی هم داریم که شیار نداره. اصولاً برای جاهایی استفاده میشه که شما بخواید به صورت مستقیم کابلتون رو از جایی به جای دیگه هدایت کنید و نیاز به گرفتن انشعابات ندارید. اما جاهایی که شما بخواید انشعاب بگیرید یا تعداد زیادی از سیم ها و وایرینگ شما قراره در قسمت های مختلفی استفاده بشه، حتما باید از داکت های شیاردار استفاده بکنید و از هر پوزیشن و موقعیتی که شما نیاز داشته باشید سیم شما از داخل داکت بیاد بیرون و به کانکتور شما متصل بشه، از همون شیار توی همون موقعیت خارج میکنه. مزایایی که داکت داره این که شما خودتون متوجه هستید وقتی توی تابلو برق صنعتی قراره که سیم استفاده بکنید، یک سیم و دو سیم نیست. ما داریم اونجا از شاید 100 یا حتی هزاران سیم استفاده بکنیم. نمیشه همه اینا رو اون وسط ول بکنیم و نهایتا از داکت استفاده میکنن که بحث زیبایی و شکیلی و مدیریت سیم و کابل هاتون رو داره. یعنی که سیم شما انتخاب میکنید از کدوم مسیر هدایت بشه و از کدوم مسیر خارج بشه و کانکت بشه. پس بحث زیبایی، شکیل بودن تابلو و مدیریت کابل ها رو داریم. رنگ بندی داره که بیشتر البته تو تابلوهای صنعتی از رنگ توسی استفاده میکنن. برای محیطهای خونه و رنگ‌های روشن میتونید سفید استفاده بکنید. رنگ‌های دیگه‌ای هم تو بازار هست که البته حالا قابلیت‌های دیگه هم رنگ بندی ها دارن، یه استانداردهایی دارن که لحاظ میکنید. طول عمر سیم و کابل هاتون بیشتر میشود، یعنی شما زمانی که اینها رو از داخل داکت عبور بدهید، طول عمرتون اون تنش هایی که حرارتی، تنش های نوری، تنش هایی که قراره حالا به هر حال روی این هادی ها یا روی عایق های هادی ها نفوذ بکنه و ایجاد بشه، جلوگیری میکنه از صدمات فیزیکی، ضربه ها و برخوردایی که قراره به هادیتون یا حالا همون سیم هاتون، وایرینگتون ایجاد بشه، اتفاقاتی که ممکنه براش ایجاد بشه جلوگیری میکنه و طول عمر سیم و کابل هاتون رو میبره بالا. قابلیت نصب بسیار راحتی داره. به راحتی شما مسیرتون رو طراحی میکنید و فیکس میکنید و مسیر سیم هاتون رو از داخل این داکت ها عبور میدید. بسیار ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید. موفق و پیروز باشید.